اون در پفک روشن نمیشه. زیر آتش هست در پفک روشن میشه. خب شروع کن آقای ویزی. خب به نام خدا. ساعت 4 شب اینجا دره قوناق است. موتر ما هم که خراب شده، موتروان رفت موتر دیگر را گرفته رفته که از بند کوسه کدام مستری اگر باشد بگیره بیاره. هوا منفی 30 درجه است. تا اینجا سفر چه رقم بودن؟ تا اینجا سفر که خوب بود، تا هوا نمیتا سرده و برفار هم خود شما میبینین که کوتلای صعب العبور. بله. بسیار با زحمت موترها می رفت آمد میکنه. حالا هم که ساعت 4 بجه شب است. آره. رفتم در بازار. کدام بازار؟ بازار کوسه. بازار کوسه. خدا هم کنه که اونجا اونجا تا مستری بیارم موتر ما هم که شما مشاهده کردیم که یک لاستیکش بخی کنده شده. حالا هم دیگه داخل موتر هم جا نیست که ما شما در بیرون ماندی. هوا منفی 30 درجه است. خدا کنم که مستری گیر بیه. خدا کنه که مستری گیر بیه که مشکل حل چاله سردی هوا میچی. دیگه مشکلات ها ما گرفتاریم دیگه دمی راه هر ساله. این در روزاله ها برار رای سرحد. والا این موتروان نگفتیم دمو هتل گیر کن، گیر نکرد. گیر میکردیم سی وقت میمودیم. حادثه پیش نمیاد. موزه داشتی اون بلند ما رفتی بچه بود. بلند؟ اون بغل.
خیر خطا نمیخوره خلیفه؟ نه یخ نزنه یخ نزنه زیر چه ده نه این چی داره خلیفه شما جاتو لیسته ده بیش از بوده زیر این تایر دی باشه کن فلان کجا تر شو رخصت می دیدنش که رخصت دیگه سی